به ادب رو بسم و با طیب عبادالله قاسموف از دهه قبیله شهر نورک 66 سال است و بازنشسته، اما در خانه هم نمی نشیند. وی چوب تراش است و بیشتر اسباب موسیقی می سازد. از جمله این دوتا را 2 سال پیش تراشیده است. هرگاه خودش می نوازد، اگر خریداری یافت شد می فروشد. اینمی دریا گفت 10 تا میکنم، 10 تا 12 تا 13 تا میکنم. تو 50 تا همین. ساختن قاشق و کفلیس نیز سالهای اخیر به یک بخش کاری عبادالله قاسموف تبدیل شدند. یک درباره زندگی بگو دغدغه خیلی بگو توی پوی دنیو خورد خوراک کنده سوزای میشه. پیازو میگیرم، اردو میگیرم، وامو میگیرم به منتا. صدای تیشه و اره تنها از استخوانه عبادالله قاسموف در نورک بلند نمی شود. همکاران او در جماعت پلیس سنگین این شهر نیز هستند. جمال آدینایف 67 ساله یکی از آنهاست. پنسیونر با مدت یک منبع درآمد میشه. هم آدم ایجادکار باشه. گفت خدا همین چیز ببینه ایجاد کنه. ایتونه که همین چیز کنگی بابین گفته سر کده بگردیم آخه. این چاتونه که مثلا نه ما کردم اجرا ما خودم ولی همین توروی اوای آخه. آنچه مایه تشویش چوب تراشان در نورک شده است توجه کمی مردم به آفریده های آنهاست. تنها چیزی که اوستاها را نسبتاً دلگر می کند آزادی از پرداخت انداز یا مالیات است. جمال آدینایف می گوید هر ماه 600 سامانه فایده می گیرد که برای روزگذرانی کافی نیست، اما برای حفظ هنری پیشینیان به کارش ادامه می دهد. عبادالله قاسموف هم امید دارد که با وجود سختی فرزندان هنرش را از خود و او را پیروی کنند. و هر دو قهرمان گزارش ما باور دارند که مردم روزی به اشیای دست ساخت روی می آورند و بازار دوباره گرم خواهد شد، اما معلوم نیست کی.